در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت ویدیوی نشر شده است که در آن لحظه‌های یک کودک خردسال ظاهراً 4 ساله را بهرامانه لطکوب کردن یک مرد میان سال بارش و مویلبی کوتاه ثبت شده است که بودن این مرد و کی شدن او به این کودک بیچاره معلوم نیست. ولی در ویدیویی که قسمت اولش توسط ویدیو کامراهای نظارتی ثبت شده است دیده می شود که این مرد اول کودک را در یک گوشه خلوت بهرامانه لطکوب می کند و سپس یک دست کودک را بالا برداشته بدون اندیشه آن که دردش می دهد او را همچنان راه به راه زده تا پیش ماشینش می آورد و اینجا هم کودک را با یک بهرامی به باردان یا بگاژنیک می پرتاید. مرد به لطکوب کودک در داخل باردان ماشین هم ادامه می دهد و یک جوانی که چهرهش نمی نماید دیگر طاقت نکرده تلفنش در دست به پیش این مرد بهرام می آید و با او جنجال می کند که چرا کودک بیچاره را زده ایستاده است. آن مرد می گوید که کودک ایزارش را جزیر کرده بود و برای امین او را زده است. جوان از گریبان مرد می گیرد و می گوید می دونه که برای این می توانند به جوابگری بکشند ولی مرد به حرفای او اعتبار نمی دهد. این همه مدت صدای گریه کودک به گوش می آید و او چند دفعه به دوربین کامera می افتد که چشمان و رخساره‌هایش از اشک تر شده است و به اسم می گیرد. جوانی که ادامه این حادثه را الکی با کامرای تلفنش به نوار می گرفت رنگ و تمغه رقم ماشین آن مرد را هم ثبت می کند. ماشین سبکروی تویوتا رنگش سفید و رقم قید دولتیش 9005 MA01. کی و در کجا ثبت شدن این ویدیو دقیق نیست ولی طوری به نظر می رسد حادثه در دوشنبه و یا اطراف آن روی داده است. بسیاری ها در زیر این ویدیو از مقامات حفظ حقوق طلب کردند که این مرد را حتی اگر پدر اون کودک باشد پیدا کرده به جوابگری جنایتی بکشند. قانونگذاری تاجیکستان برای عذاب و عقوبت کودک می تواند حتی پدر و مادر او را به جوابگری بکشد. ماده 117 کودکس جنایتی تاجیکستان برای عذاب و عقوبت کودک همچون جزا از 3 تا 7 سال زندان را پیش بینی می کند. برای چنین عمل والدان را می توانند از حق پدر و مادری هم محروم کرده طفلشان را به یتیمخانه بسپارند.